سلام و صد سلام به همه دوستان خبر تو خبری پیک شادی. این هفته خبر تو خبر داره براتون از معرکه گیری های مضحک عظما. خودش میشینه پای منبر نوچه های خون خودش تا مشنگایی مثل این بوز قلمون عمامه دار ازش تعریف کنن و براش پپسی باز کنن. امام جلوه خدا بود، امام شکوه دین بود، امام امید مستضعفان و ضعفا بود و به حمدالله بعد از امام هم خلف صالح او نفس نفیس امام بود و به حمدالله زندگیشون رو میبینید رفت آمده همه جانبه با سیاسیون با همه طبقات رو مشاهده میکنید که سیره امام حسین، سیره انبیاست و این سلسله ادامه دارد. این یارو صدیقی میخواد تو این وضعیت قمر در عقرب دور موتور عظما رو بالا ببره، اما خبر نداره که چه آخر و عاقبتی در انتظارشه. خرچنگ ولایتم اومد توی جمعه بازار رو رک و پوست کنده گفت کرونا برای عظما مثل جنگ برای خمینیه. مقام معظم رهبری فرمود که مسئله اول ما مبارزه با کروناست. این کلمه را ما در زمان امام هم شنیده بودیم که امام فرمود مسئله اول ما جنگ است. بله، به خاطر همینم بود که عظما مردم رو فرستاد روی میدون مین کرونا و فتوای ممنوعیت ورود واکسن رو صادر کرد. بعدم بسیجی‌ها و جک و جونوراش رو فرستاد تا با انواع و اقسام مسخره بازی‌ها برای فتوای عظما مالکشی کنن. ببین من خودم واکسیناسیون خوندم، رشته تخصصی واکسیناسیونه. از چی میگیرن اینا؟ یا از نجاسات یا سرب و جیوه داره، چون حلا رو اضافه نکنن به واکسن جذب بدن نمیشه. بعد وقتی ما شیعه‌ایم، ما مسلمونیم، حجامت داریم، ما طب اسلامی داریم. من دو فرزندم رو واکسن میکردم، هر دفعه واکسن میزدم خوی، خصلت، صفت، همه رفتارهای فرزندم عوض میشد، حتی تو آیکیو معنویش تاثیر میذاشت. فرزند سومم چون خودم خونده بودم نزدم، تیزتر، جیراییش بالا، پذیرشش بالا، آیکیوش معنویش بالا. بعدم بوفالوی ولایت اومد وسط معرکه و شروع کرد به حلوا کردن داماد قاتلش. مردم به این دولت رأی دادن، به این رئیس جمهور رأی دادن چون رئیس جمهور جهادی بود، چون رئیس جمهور رو جهادگر تشخیص دادن و نمونه عملیش در قوه قضاییه دیدن، مبارزه با فساد، اومدن بهش رأی دادن. الانم آقای وزیر باید تو همین خط انتخاب بشود. تجربه نشون داده که این بیدنده و ترمز رفتن تو جاده انقباض بعد جوری کار دست آخوندا میده. خب حالا بریم ببینیم این جهادگرایی که بوفالوی نظام براشون سینه چاک میده چه کسایی هستن. از رئیس جمهور جلادشون شروع میکنیم. از صبح تا الان باید من رفتم نگاه کردم دارو هست. دارو خونم این هفته بعدی که 2 ساله دارم خط و کار میکنم نیست. من سوال کردم رفتم دیدم دارو هست. هیچ مشکلی بله، رفته دیده دارو هست، آبم هست، رفته پشت سد کرخه دیده، برقم هست، از نیروگاه سر کوچه‌شون پرسیده، پولم هست، رفته تو عراق و سوریه و لبنان دیده. خلاصه اینکه دست و پا زدن‌های این جلاد برای سوراخ کردن بحران‌ها در نظام ولایت یه چیزی تو این مایه ها. مدیریت زمان
آقای رحیمیان من دیدم نقل کرده بود، میگفت فروردین 68 من رفتم خدمت امام بعد از نماز مغرب شد، دیدم امام به پشت خوابیده رو تخت چند تا کار داره میکنه. یک، تلویزیون روشن کرده منتها صداش بسته داره نگاش میکنه. رادیو رو باز کرده، اون چیزی که میخواد داره گوش میده. با تسبیحش در حقیقت داره تعقیبات نماز عشا رو انجام میده. با پاش داره ورزش میکنه. یک، حالا خداوکیلی اینا رو ببینید. یکی دیگه از مشنگای کابینه رئیسی وزیر پیشنهادیش برای آموزش و پرورش بود که مثل رئیسی اومد حرف بزنه کله ملق زد. خودش به خودش میگه میفرمایم. نکاتی که دوستان گفتن رو بر جان دل میخرم و بهتون میفرمایم. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنی. این یکی سوتیش از قبلی کج و کوله تره. ببینید چطوری چشم بسته غیب میگه. امروز تصمیم گیری های ما در آموزش و پرورش بیشتر جنس مردانه دارد، در حالی که یک جمعیت قابل توجهی از دانش آموزان ما و مادران همه دانش آموزان ما خانم هستند عجب کشفی، تمام مادران دانش آموزای ما خانم هستن؟ چطور چنین چیزی ممکنه؟ حالا این مشنگ رو داشته باشید تا بریم سراغ وزیر خارجه آخوند رئیسی. ببینید این تروریست پیشونی سیاه چطوری انگلیسی بلغور میکنه. Thank you very much. You know, Saudi Arabia is important countries in the region. We are neighboring in the region. There is no any problems at the level of bilateral issues between Tehran and Riyadh, I believe personally. انگلیسی صحبت کردن این وزیر امور خارجه رئیسی از حرفای این بابا نامفهوم تره. که بوداد عرق بده اون موی عرق چی بگم ات حالا یه موی هر عرق می چی بگم ات عرق آجقال موی هست عرق بیاد بگم بخاطر آجقال موی هم مونده هست اونجا. خلاصه این که آخوند رئیسی با یه چنین کابینه‌ای میخواد به جنگ مشکلات بره. احتمالاً استارت این کابینه یه چیزی تو این مایه هاست. مشنگستان این هفته رو با یه تیکه از روزهای این آخوند شکنبه شروع میکنیم که آخر خنده است. به مردم گفت به روبان گفتن شاهد حالا بریم سراغ یک کلاس آموزش عربی با آخرین متدهای آموزشی. پسر معرفه است نکردی؟ الان معرفه شد. پس از امروز بعد هر وقت یه اسم نکردی در ادامه جمله شد بگو معرفه. میتونی از این و آن استفاده، یعنی میتونی اسم معرفه رو با این و آن با اینکه توش حاضر این ساله که ترکیب که وجود. واه چارشونه وحشی قلدر حیوان داغون نابود جرا. در پایان توجه شما رو به یه تکنوازی زیبا جلب میکنیم و بهتون پیشنهاد میکنیم که توی این تصویر دنبال ساز نگردید. هنرمند هموطنمون یا ساز رو قورت داده یا ساز سرخوده.